این دستگاه خیلی جدید اومده. خب این دستگاه از جک دورسی رو که میشناسید، جک دورسی فاوندر توییتر که الان فروخت، ایشون از توییتر اومد بیرون و الان فول تایم فقط داره رو بیت کوین کار میکنه. واقعا خیلی ادوکیت بزرگ بیت کوینه. این هاردویر والت بیت کی جدید از جک دورسیه که واقعا الان گفتی که پسورد دیگه نیاز نیست در آینده. این واقعا میتونه یه چیز گیم چنجر کامل واسه بیت کوین باشه. بذار توضیح کوتاه بدم این چجوری کار میکنه. خیلی جدیده، این الان 2 هفته است از اومده. خب ببین اولش که اینجاش فینگرپرینت، خب این فینگرپرینت. خب بعد یه خاصیتی که این سخت افزار با تمام سخت افزارهای دیگه داره اینه که تو اصلا هیچ پسوردی رو نباید یادداشت کنی، هیچی. خب حالا خوبیش چیه؟ خاصیتش ولی چیه؟ حتی ولی اینم گم بکنی پولتو میتونی برگردونی. چرا؟ چون اینا از همین سیستمی که الان به توضیح دادم مولتی سیگ استفاده میکنن. چجوری؟ اینا یه دستگاه بهت میدن، میگن آقا یک کلید روی این دستگاهه که با NFC کار میکنه، یعنی میذاری رو موبایلت امضا میکنه. خب یک کلید رو اینه، یک کلید رو آیفونته و یک کلید رو سرور ماه. تو اینو گم کردی ما از این دو تا باز میکنیم یه دونه بهت میدیم. دقیقاً. اگه موبایلتو گم کردی هنوز اینو داری و کلید رو سرور ما رو داری. اگه اینو گم کردی هنوز موبایلتو داری و سرور ما رو داری. و حتی اگه هم اینو گم بکنی هم موبایلتو گم بکنی میتونی 5 نفر رو انتخاب بکنی از فامیل نزدیکت، مثلا بهش میگن سوشال ریکاوری. خب بعد این 5 نفری که انتخاب بکنی رو رجیستر میکنی. اگه این 5 نفر کانفرم کنن که تو خودتی، یک کلید که انکریپت شده روی این 5 نفر دیکریپت میشه و از اون کلید با کلیدی که رو سرور ایناست میتونی استفاده کنی و بیت کوین تو برگردونی. واو، اینو باید میساخت یکی دیگه. دمش گرم. بعد همون یه آدم با 40 میلیون میاد پشتش که بشینین و بسازه. واقعا دمش گرم. چقدر قیمت این دستگاه؟ این دستگاه قیمتش از 200 یورو. این دستگاه 200 یورو. ولی خب یه چند تا دیس ادوانتاژ هم داره که مثلا یه چیزایی که مثلا این دستگاه نداره، این نداره، که مثلا دیسپلی نداره. یعنی تو نمیتونی ترانزکشن رو 100% مطمئن بشی که داری درست امضا میکنی، مالور نبوده یا هیچی نبوده. نمیتونی رو خود دستگاه وریفای کنی ترانزکشن رو. این بعد چیزای بدو داره. ولی واسه کسی که تا حالا تو عمرش والت نداشته، این اصلا این بی‌نظیره.